لیانید کلاشنیکوف رئیس کمیته دومای دولتی روسیه اوید به مسئول اسنگه افر اوشو و رابطه ها با هموطنان خبر داد که ترتیب گرفتن شهروندی روسیه برای باشن گروه شهروندان خارجی آسان‌تر کرده شده. برنامه پریسلینی نیز تغییر می‌یابد. قرار است دومای دولتی قانون‌های نو را در این بابت تیر ماه سال جاری قبول کند. در برنامه پریسلینی از این به بعد به داوطلبان کوچیدن به روسیه اجازه داده خواهد شد تا منطقه را که میخواهند به آنجا بکوچند خودشان انتخاب کنند. تا کنون به کدام منطقه کوچانیدن داوطلبان را مقامات روسیه مقرر میکردند. همین طور به برنامه دولتی پریسلینی اکنون 9 منطقه دیگر از جمله جمهوری قفقاز شمالی، اینها داغستان، چچنستان، انگوشستان، اسیته شمالی، الانیا، قرچای و چرکس، ادیگه، همچنین قلمقستان و کومی همراه کرده می شوند. کلاشنیکوف گفت همین طور دانشجویان خارجی که دانشگاه‌های روسیه را با بهای خوب و اعلی ختم می‌کنند بر اساس توصیه دانشگاه‌ها می‌توانند تقریباً به صورت اتوماتیک صاحب شهروندی روسیه شوند. بر این پایه به 3 قانون فدرالی تیر ماه سال جاری تغییرات وارد کرده می شود. بر اساس یکی از آنها دانشجویان خارجی اعلیخوان دانشگاه دولتی مسکو و دانشگاه‌های دولتی سنت پترزبورگ همچنین دانشگاه‌های فدرالی می توانند برای انجام تحصیل برای دریافت شهروندی عریضه بدهند و بدون مشکل صاحب شهروندی روسیه شوند. یک هدف این تصمیم اگر جلب متخصصان با استعداد به روسیه باشد، هدف دیگر حل بحران کاهش اهالی در این کشور است. لیانید کلاشنیکوف گفت به همه وضع دموگرافی در کشور معلوم است و طور پرزیدنت ولادیمیر پوتین تاکید کرد این وضع را به سوی بهبود میتوان از جمله از حساب برگردانیدن هموطنان عوض کرد. از این رو ما طرح فرمان پرزیدنت درباره وارد کردن تغییرات به قانون‌های را تهیه کردیم که کوچانیدن عائله‌های سرفرزند را در اولویت قرار می‌دهد. تنها در سال 2021 بیش از 130,000 نفر از زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. یعنی به حساب میانه هر روز قریب 300 نفر شهروندی تاجیکستان را به شهروندی روس عوض می‌کنند. بنا به حساب‌های غیر رسمی شماره تاجیک‌هایی که شهروند روسیه شدند از 1 میلیون نفر گذشته است و این روند همچنان به است ادامه دارد.